شما خود اقبال را از چه نگاه میبینین؟ تعریفش خودتان از اقبال چیست؟ اولین چیزی که اقبال را اقبال میسازه از دید من فضایی که اقبال زندگی میکرد بیشتر متاثر بود. این سبب شد که اقبال بسازه. پس از اون تاثیرگذارترین مرحله‌ای که اقبال را اقبال میسازه از دیدم از مطالعه‌ای که من دارم سفرشان به اروپا هست. یک شخصیت تقریبا میتونیم در 12 بودی هست. یعنی چی افکار اندیشه ها داشت مطرح کردن. چرا امان الله خان را تعریف میکنه در اشعار خود؟ در مورد از او شعر میگه و هدفش از تمجید امان الله خان چی بود؟ اقبال به عنوان یک پدر دلسوز، به عنوان یک کسی که میخواد آزادی و انقلاب را و خودشناسی شرق را بخواد پایریزی بکنه و عملا در دنیای عمل ایره نشان بده، میای اونا را تشویق و راهنمایی میکنه. نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم. تمیز رنگ و بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. اقبال لاهوری کی بود؟ اندیشه های وی چیست؟ در برنامه امروز مسیر روی این موضوع با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد. اما در نخست ویدیوی کوتاه. مهمان امروز ما جناب استاد طارق حقجو، استاد دانشگاه هستند. جناب استاد خیلی خوش آمدین به برنامه امروز مسیر. با عزت باشین. به سخن خودی علامه اقبال لاهوری که میگوید 200 دانا در این محفل سخن گفت، سخن نازکتر از برگ سمن گفت، ولی با من بگو آن دیدور کیست که خاری دید و احوال چمن گفت. سلام و درود محضر شما و همکاران تکنیکیتان، به ویژه بیننده های وزین برنامه خوب شما. بخیر و سلامت باشین جناب استاد. من باور دارم که اکثریت بیننده ها با چهره عزیزتان آشنا هستن، ولی میخوایم که یک مقدار در مورد خودتان بگوین، در مورد زندگی شخصیتان بگوین و ای که علاقه به اقبال لاهوری از کجا آغاز شد، از کجا منشأ میگیره و چرا ایران انتخاب کردید؟ پرسش اولتان یک مقدار دشوار است. آدم از خودش چگونه حرف بزنه، به قول معروف لاف میشه به گونه‌ای. من کوتاه و مختصر اگر بگویم، در ولایت باستانی بامیکا یا بامیان باستان زاده شدیم. مکتب را البته در کابل تمام کردیم، دوره متوسطه را در ناحیه اول، دوره لیسه را هم در لیسه خواجه عبدالله انصاری و بعد از او دنیای هلهله و هیجان کانکور بوده که امتحان دادیم و در آزمون موفق شدم. خوشبختانه 2 انتخابم زبان و ادبیات شیرین پارسی بود که با اخذ 300 نمره تانستم وارد دانشگاه کابل شوم و ادامه ایشم های میدان تای میدان خود تا دوره مقطع کارشناسی ارشد ماسترم در دانشگاه کابل تمام کردم. بسیار خوب. و علاقه شما با اقبال لاهوری از کجا آغاز شد؟ منشأ این علاقه از کجا است؟ کامگار باشین صافی سیب بزرگوار. امو قسمی که در زندگی مولانا یک شمسی ظهور پیدا کرد و مولانا بیشتر با آب و تابتر معرفی شد در جهان و اندیشه هایش خیلی رشد کرد. امو قسم در زندگی ما هم شمسگونه های وجود داره، کمی دقت بکنیم پیداش میکنیم. در یکی از آموزشگاه ها ما تدریس میکردم، تصادفی یکی از استادا معمولا اشعار اقبال کلیاتش را میخواند، توضیحات میداد. آنجا بود که کم کم گاه فکر میکردم که شاعری که باید انتخاب شود اقبال هست. بعضی کسا انتخاب میکنه، بعضی کسا تأثیر میگذاره، با آن هم اونقدر تأثیرگذاری نداشت. مسیر زندگی سبب شد که من خودم دست به انتخاب بزنم و اقبال را به عنوان یک شاعر که همه چیز برای گفتن به من جوان قرن 21 داره و یک گونه‌ایه که هر انسان فطرتاً گرایش دینی داره و دیدم که گرایش دینی اقبال هم یک مقدار خوب با
با آب و تابتر است. این تو احساس میکردم که شاید این بهتر بتانم مرا همسو و هم داستان خود بسازه و به مسیری که حرکت میکنم بیشتر بتانم مرا کمک بکنه. اینجا بود که دوره لسانس هم درباره اقبال ما پایان نامه نوشته کردم و همچنان دوره کارشناسی ارشد و رسیدیم تا این مرحله. موفق کامگار باشین جناب استاد. اولین شعری که از اقبال برای شما تأثیر گذاشت را به یاد دارید؟ در ذهن حضور ذهن تو دفعتا ندارم، اما مفهومش حداقل میتونم بگویم که زیباترین تاثیرگذارترین شعر اقبال که به من تاثیر گذاشته یک غزل خیلی ناب داره که میگه ز خاک خویش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی دیگری در خور تقاضا نیست، به ملک جم ندهم مصرعی نظیری را کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست. اگرچه عقل فسون پیش لشکر انگیخت تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست. این غزلی با آب و تاب بود که بالای ما بسیار زیاد تاثیر گذاشت و تا حدی که گاه اوقات آدم در فضای تخیلات شاعرانه این بزرگوارا وقتی قرار میگیره، او گلستان زیبا را، او حلحله و هیجان را میبینه، روح انسان را تسخیر میکنه و گاه اوقات در چشمای انسان اشک حلقه میزنه و گوهر چشم و اساسا فرو میرزه. اینجا بود که این بیشتر تاثیر داشت و یک از غزل‌های ناب اقبال است که زیاد دوستش دارم. یعنی شما را وارد دنیای خود کردی غزل، این غزل اقبال لاهوری. به نظر شما چون شما در امی بخش در اقبال شناسی مستریتان را گرفتین و هم کارشناسی ارشد اگر اشتباه نکنیم، شما خود اقبال را از چه نگاه میبینین؟ تعریفش خودتان از اقبال چیست؟ از اندیشه هایش چیست؟ از تفکراتش چیست؟ از جهان بینیش چیست؟ و برداشتتان از اقبال چیست؟ از شخصیت اصلی اقبال؟ به خیلی پرسش جاندار. انشالله که من بتانم امو زوایایی را که در این پرسشتان شما گنجانیدین من بتانم کلش تحت پوشش قرار بدم. جناب صافی صاحب بزرگوار، ایتو میتونم بگویم که دلیلی که اقبال میسازه و از دیدی ما، از برداشت ما چند بود هست. اولین چیزی که اقبال را اقبال میسازه از دیدی ما، فضایی که اقبال زندگی میکرد بیشتر متاثر بود. این سبب شد که اقبال بسازه. در یک فضای اختناق آوری اقبال زندگی میکرد که از این طرف هند بریتانیوی است و سیطره افکنده در شبقاره هند و از طرف دیگه انحطاط بیش از حد پسمانی مسلمانان دیگه طرف، و در خانواده زی شیخ نور محمد پدر بزرگواری اقبال همیشه حافظ میخوانه، یاد میکنه، همیشه دیوان مثنوی، البته کتاب مثنوی مولانا را هم میخوانه، از ابن عربی یاد میخوانه. فضا کاملا عارفانه و شاعرانه بوده و در اون فضا اقبال از اون مستفید میشده. این فضا بود که اقبال را اقبال میسازه. پس از اون تاثیرگذارترین مرحله‌ای که اقبال را اقبال میسازه از دیدم از مطالعه‌ای که من دارم، سفرشان به اروپا هست. وقتی که میره به سفرشان در اروپا مرحله مقطع دکترایش را ادامه میده و از آلمان سند دکترای خود را میگیره. در اونجا 3 سالی را که به سر میبره تحقیق میکنه. اصلا اوج آشنایی اقبال در اونجا در ادبیات فارسی و بیشتر شخصیت مولانا در اونجا شکل میگیره. اینجا هست که اقبال میشه و او هم چگونه که روزی مثنوی مولانا را میخوانه، در حال خوانش است، یک بار چیغ میزنه، فریاد میزنه، هم رفیقرا و هم دوستاش هم متاقیاش میگن خیرت است اقبال، چی حرف است؟ آتش سوزی صورت گرفته، گپی از حادثه است، اتفاقی است. میگه نه، با بودن شخصیت مثل مثنوی مولانا که مولانا ایره برای انسان، برای بشریت برنامه داشته، چطور ما مسلمان ها بیخبر بودیم؟ میگه این بیت اقبال منه تکان داد. میگه کدام بیت؟ میخونه برای زنا ترجمه میکنه به زبان انگلیسی. دوست دارد یار این دیوانگی، کوششی بیهوده به از خفتگی. میگه با داشتن معلمان بیدارگرانی مثل مولانا چرا میگه جامعه مسلمان ها به انحطاط و پسمانی مانده؟ نکته سوم اینجا آشنایی با مولانا هست، آشنایی عمیقش. حتی جالب است که اقبال در اروپا تحصیل میکنه، میخواهد دست از شعر و شاعرانگی دست بکشه و تا شروع آغاز سرایش فارسی دری را هم اقبال از اروپا آغاز میکنه که عبدالقادر بلگرامی یکی از شاعرانی هم دوره اقبال هست، با او مشوره میکنه. میگه من نمیخوایم از این به بعد شعر بسرایم
و سراییدن شعر سراییش را میگه ترک میخوایم بکنم. باز میگه برو با مک تاگارد و به ویژه آرنولد که یکی از استادانش بود مشوره کنه. وقت میره با آرنولد مشوره میکنه با استادش که او را تشویق کرده بود در اروپا. اگر اشتباه نکنیم دوران جوانی اقبال است. این تقریبا دوره جوانیش حدودی تقریبا بین 25-30 سال اقبال قرار داره در این دوره که بعد از اینکه از اروپا برمیگرده سال 1905 هست. البته که کتابی بزرگترین کتابی مثنویش به نام اسرار خودی را وقتی که میسرایه اقبال به شهرت جهانی پیدا میکنه و هم این است که در او دوره با رینولد نیکلسون اولین شارح و مترجم انگلیسی مثنوی روبرو میشه. ادوارد براون شرقشناس بزرگ دیگه از اونا هم مستفید میشه. حتی پروفسور آربری هم کتابهای اقبال را ترجمه میکنه و وقتی اقبال در سن هنوز 35 سالگی قرار داره، وقتی اسرار خردی اقبال به بازار به چاپ میرسه و به دسترس نیکلسون قرار میگیره، نیکلسون اینا ترجمه میکنه به انگلیسی. اینجا هست که حتی در اروپا و امریکا اقبال شهرت پیدا میکنه. در هنوز سن 35 سالگی است اقبال، اما شهرت جهانی به سطح مولانا و سعدی و حافظ بیدل در دنیا آوازه آفاق میشه و این اروپا بود که اقبال را بیشتر اقبال میسازه و اقبال را میتونم بگویم از دیدم که جمع‌بندی شود پاسختان یک شخصیتی تقریبا میتونیم در 12 بودی هست. یعنی چی افکار اندیشه ها داشت مطرح کردن. اقبال یک شخصیتی از حقوقدان، حقوق داره در اموجه در کنار فلسفه میخونه. اقبال یک شخصیتی است اقتصاددان که یک اولین کتاب را ترجمه میکنه در اقتصاد. اقبال شاعری است که اشعارش معلومدار هست. اقبال زباندان هست که در زبان فارسی تسلط داره، سانسکریت میدونه، زبان عربی میدونه، زبان انگلیسی میدونه، زبان آلمانی را هم در آلمان فرا میگیره، زبان هندی هم بلدیت داره، همه زبان ها را میشناسه، خوب صحیح تسلط داره. اقبال یک قرآن پژو هم هست. اقبال یک تاریخ شناس است که تاریخ هند را نوشته میکنه به نام تاریخ هند و یک کتاب در مورد تاریخ اروپا هم نوشته میکنه اقبال لاهوری. اقبال شخصیت دیگه‌ای که داره یک جامعه شناس هم هست که مبانی فرد و جامعه را یک کتاب دوره خودش یکی از فیلسوفان نوشته میکنه و تایید اقبال را میخونه و اقبال هم تاییدی هم برای از اون میده. اقبال یک مصلح هم هست، اقبال یک سیاستمدار هم هست و اقبال پایه‌ریزی کشور جدید به نام پاکستان هم هست. ببین ابعاد مختلف در اقبال جمع میشه که هر کسی بخواد شیفته یه شخصیتی بزرگ و ستارگ والای اقبال میشه و حتی من میتونم یک بودی دیگر هم در شخصیت اقبال اضافه بکنم که اقبال یک مولانا شناسی خیلی خوب هست و اشعار فارسی از این مثنوی های اقبال به ویژه مثنوی اسرار خودی و رموز بی خودی در حقیقت شرح مثنوی مولانا هست. پس یک شاگرد خیلی ناب و خوب و فوق العاده مولانا بوده و یک مولانا شناس خیلی فوق العاده. از این خصوصیات و از این زوایایی که شما بیان کردین من فکر میکنم یکی از نوابغ شرق میتونیم اقبال را خطاب کنیم. جناب استاد، از این بودهایی که شما یادآوری کردین که بودهای مختلف شخصیتی اقبال است، کدام شخصیت اقبال شما را وادار ساخته که بیشتر غرق اقبال شوید، بیشتر کوشش کنین که اشعار اقبال را بخوانین، کارشناسی ارشدتان را در اقبال شناسی بگیرین؟ کدام بودش شما را جذب کرده؟ چه سوال زیبا و قشنگ و دلانگیزی که همیشه انتظار دارم چون این پرسش زیبایی از من بپرسن. واقعا چه چیزی باعث میشه که آدم را به او سمت بکشونه؟ هر کس یک ویژگی خاص داره. چنانه که میدونیم یک کسی به بیدل بزرگوار زیاد گرایش داره، یک کسی به مولانای بزرگوار، گرچه مولانا استاد اقبال هست و جایش جدا هست. مرا چیزی که به سمت اقبال کشانده چند نکته اساسی و برجسته است. یک، انقلابی بودن اقبال که همه چیز را به دید انتقاد می‌نگره و به همه چیز به دید تسلیم پذیری نمیپذیره، قبول نمیکنه، ولو حتی مسائل شرقی هست، پیام ها و مفاهیمی که در شرق آموخته و رسم و رواج ها هست. خودش میگه که حدیثی بی خبران است با زمانه بساز، زمانه با تو نسازد، تو با زمانه ستیز بجنگ. در حالی که سعدی بزرگوار میگه که شما باید با زمانه بسازین، همرنگ جماعت باید باشین، اما اقبال میگه نه، بجنگ، مبارزه کو و روزگار شرایط را بر مرام دل خودت بچرخان، اون وقت تو میتونی زندگی جاودانگی داشته باشی. دومین نکته‌ای که اقبال داره من خیلی شیفته‌اش هستم به دلیل و سمت مرا به سمت کشان، نوگرایی و نوخواهی و نواندیشی اقبال، چی در فلسفه، چی در دین، چی در شعر، در همه این مسائل اقبال چیز نو برای گفتن داره. مثلا از نظر ادبی اگر بررسی بکنیم کوتاه به اینجا در داخل قبض اشاره بکنم، میگن که قالب شکنی زبان پارسی دری با نمایشیج آغاز شد.
در حالی که قبل از نیمایشش این تغییرات قالبی را اقبال در غزلیات آورده. خیلی از غزلیاتی داره که مقطع نداره، خیلی از غزلیاتی داره که زوج نیست، این حتی غزلیاتی داره که بسیار کمتر از خودش یاد میکنه اقبال، که در آخرش همه شاعرها را میبینیم مثل حافظ و دیگه شاعرها ما مثل بیدل که همیشه در مصرع‌های آخر از خود یاد میکنه، اما اقبال کار نکرده. یعنی قالب شکنی را اولین بار پس اقبال در زبان فارسی ایجاد کرده. نکته دیگه حتی اقبال را میتونیم بگوییم که یک از اقبال شناسان ایرانی حدود 30 اثر دربارش تحقیق پژوهش کرده، میگه که پست مدرنیسم است. یعنی در عصر مدرنیته اقبال اندیشه میگماره برای پست مدرنیسم و عقلگرایی قرن 20 را چه در غرب است چه در اروپا هست نقد میکنه، برش راهکار و راه حل میده و به این دلیل هست که مرا اقبال به سمت خود میکشانه. و به ویژه فلسفه اقبال هم که یادآوری بکنیم که فلسفه شرق و غرب را میدانه، تاریخ اروپا را میدانه، تاریخ آسیا را، قاره آسیا را مکمل میدانه، زیر و بم‌های سیاسی جامعه اسلامی را، تاریخ اسلامی را مکمل میدانه، با خبر است. وقتی هر کسی اقبال را میخواد بدانه باید این زوایا را باید داشته باشه، فرهنگ شرق و غرب را بدانه، فلسفه شرق و غرب را بدانه، ادبیات شرق و غرب را باید بدانه. اونگونه هست که باز اون وقت میتونه بدانه که اقبال چی است. این سین زاویه اساسی و به ویژه شیفته خیلی زیادش به افغانستان و مولانا هم سبب شده که مرا اقبال به سمت خود بکشانه. و این خلاصه میکنه اقبال خودش که جمع بندی شده و پرسشتان میگه چون چراغی لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم، جان منو جان شما. غطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکاری پنهان شما. مهر و مه دیدم نگاه هم برتر از پروین گذشت، ریختم طرحی حرم در کافرستان شما. تا سنانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش، شوله ای آشفته بودن در بیابان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از دیواری روزن زندان شما. حلقه گردی من زنید ای پیکرانی آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. به می خاطر است که اقبال را هر کسی افغانستانی باشه اندیشه هایش بخونه گرویدهش نشوه. فکر نکنم که ملامت اقبال باشه، وقت ملامت همون فرد بود. این شخصیت های بخش هایی را که شما یادآوری کردین به نظر من که شما خاصه چینی کردین از قسمت های شخصیت های زوایای خاص شخصیتی اقبال را خاصه چینی کردین و همون شخصیت ها را واقعا شما دوست دارین. به امید از این که دوستا هم بتونن از این زوایا بتونن اقبال را مطالعه کنن ببینن. دوستای عزیز ما یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدید بیننده‌های عزیز. جناب استاد به نظر شما اقبال لاهوری شاعر عارف بود و یا هم شاعر روشنفکر؟ روشنگر هم هست، عارف هم هست، اما عارف متفاوت با عارف‌های گذشته. چرا که در عرفان زبان و ادبیات پارسی در ما وقتی میریم مراجعه میکنیم قله عرفان همیشه در آغاز نام شخصیت بزرگوار مولانای بزرگوار در ذهن ما تداعی میشه. اما اقبال هم عارف است، اما عارف روشنفکر قرن 20. میتونه میره به زیبایی خاص به این دو چیز چطور با هم جمع میشه؟ بسیار زیبا، بسیار زیبا. میتونم ایره ما اول یک نقل قول کنم از دکتر علی شریعتی که یک کتابی داره به نام ما و اقبال. دکتر علی شریعتی شخصیتی است که به خیلی از بزرگان سرخم نمیکنه، اما یک کتاب مستقل را ما و اقبال درباره شخصیت اقبال می نویسه. این نشان دهنده تاثیرگذاری بزرگ اقبال هست. اون میگه که من اقبال را علی گونه یافتم با کمیات و کیفیت های انسان قرن 20. این نشان میده که اقبال آدمی متفاوت است نسبت به همه. چطور حال این جمع میشه؟ به پرسش دومیتان بخش دومی پرسشتان بر بگردیم که هم روشن فکر باشه هم گفته خود عارف باشه. اقبال عرفانی جدیدی را به نام عرفانی خودی یا فلسفی خودی پایه‌ریزی میکنه. او اندیشه میگماره در مقابل اندیشه عرفانی وحدت الوجود که در آغازم یک یادآوری کردم که همه چیز در
بود انتقاد می‌نگره و در اینجا هم نقد میکنه از عارفان وحدت الوجودی، از افلاطون نقد میکنه، از حافظ شیرازی رند شیراز خورده میگیره، گرچه حافظ آدم عادی نیست، خیلی متاثر آمد، خیلی غزلیات را به اقتفا و پیروی حافظ شروده. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. حتی میگن حافظ از امو محدوده شیراز هم بیرون نیامده باشه، تو میگه بیا تا گل برافشانیم و فلک را میگه سقف بشکافیم. اقبال دلیلی که میتونه دو را با هم جمع بکنه به دلیل رفتنش در اروپا و متاثر بودن از بعضی مفکوره ها و اندیش های فلسفی جدید و در قالب فلسفی جدید اروپا کتابی با سازی اندیش دین را مطرح میکنه و نقد میکنه عرفان را. اینجا هست که اقبال هم روشن فکر میشه، هم میایه عرفان جدید را پایریزی میکنه. و چرا روشن فکر و عرفانی که با عقل جور می آید. اقبال تنها یک آدمی نیست که عشق را در نظر بگیره، عقل را در نظر نگیره، مسائل زندگی را. مثال ساده میتونم خلاصه بکنم به این شکل چطور این دو مسئله جور می آید در اندیشه اقبال در همون کتاب سترگش اشاره میکنه، میگه که عبدالقدس گنگوهی یک از عارفان هند را نقل قول میکنه، میگه پیامبر رفت به شب معراج و خدا را ملاقات کرد، گفت والله من به جایش میبودم بر نمیگشتم. اما اقبال میگه نه، پیامبر آمد تا منی خودش را و در جریان جامعه بشری قرار بگیره، خود را فراموش نکرد. چون در دنیای وحدت الوجود یکی از اندیشه هایشان این هست که انسان باید ذوب شود در بحر بیکران خدا، عارف باید ذوب شود، مستحل شود. اما اقبال میگه نه، من خودی انسان مستقل و جداگانه از من نامتناهی است. این من متناهی نباید در من نامتناهی ذوب شود و مستحل شود، باید خودی خودش حفظ شود. به می خاطر میگه نرزد عشق که خون جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهانی مجبور خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. این خودی را چقدر به شکل خیلی چاق و فربیح و بزرگ اقبال مطرح میکنه. به می خاطر است که عرفانی جدید را با تفاوت عرفانی گذشته، با پیروی از عارفان گذشته مثل سنایی غزنوی، مثل مولانا عبدالرحمن جامی، مثل حافظ، همه اینا را در چرخشت ذهن خودش میگیره، با آب و تاب یک عرفان جدید را در قرن 20 پایریزی میکنه به نام عرفان جدید که میتونیم بگویم همون فلسفی خودیش هم هست که در سیره زیاد باز در اسرار خودی اشاره کرده. اقبال شما در مورد فلسفه خودی یادآوری کردیم که میگه من هست، باید سر من به گفته بدن فیزیکی هم وجود داره و یک اجتماع هم وجود داره که باید بالایزی هم کار شود، تنها روحانیت نیست همه چیز. و اگر اشتباه نکنم فکر اقبال نزدیکی با این حرف داره، یعنی وحدت الوجودی با هیچ شدن نزدیک می شده و فلسفه اقبال بالای منی که فیزیکی است، منی که وجود داره، منی که حاضر است، بالای ازی بیشتر تاکید داره که باید این در جامعه خدمت رو کار کنه. آیا به نظر اقبال دنیای روحانیت چقدر تاثیر داشته؟ مثلا روح آیا از نظر شما نزد اقبال معنی عمیق داشت یا خیر؟ و چقدر روح را ارجحیت میداد، چقدر یک بدن فیزیکی را اقبال ارجحیت میداد؟ بسیار سوال جاندار و بزرگ. امیدوار هستم که پرسش را قسمت دومش خوبتر بتونم من تحت پوشش قرار بدم. صافی صاحب بزرگوار همون قسمی که خودتونم اشاره کردی، بله، اقبال از من خودی میگه که نباید ذوب شود در وحدت الوجود و در اصلا در دوره اولی که اروپا پیش از اینکه به اروپا بره اقبال یک وحدت الوجودی هست و حتی میگه که حافظ شکلی از شخصیت دومی ما شده و چنانی که روح حافظ در وجود ما حلول کرده. این قسم توصیف بزرگ میکنه از حافظ. اما وقتی که با شیخ سرهندی یکی از مصلحان و شاعران و متفکران هند روبرو میشه، او میگفته که انحطاط و پسمانی مسلمان ها اینمی عرفان وحدت الوجودی است که این اندیشه اصلا از افلاطون است که از افلاطون است. دنیای مسل را که مطرح میکنه از اونا وارد اسلام شده، چرا که
افلاطون در اندیشش دنیا را هستی را تمام حتی حواس پنجگانه و حس و این یاره به عنوان رابطه دوم میدانه و اصل حقیقت نمیدانه و سایه میدانه. میگه اینی وارد عرفان اسلامی شد، سبب شده که مسلمان ها به انحطاط و پسمانی مانه. و اقبال وقتی که میاد از من خودی در جامعه صحبت میکنه، این است که میگه عارف در کنار از که در جمعی مسیر زندگی در جریان زندگی قرار داره، اما در دلش در دنیای خودش، در خیالات خودش، در معنویت و روحانیت خودش حضور داره. مثل که خلوت در انجمن میگه، در انجمن حضور داره اما در دنیای عرفان خودش هست. و اقبال این را خلاصه میکنه در کتاب بازسازی اندیشیدنیش، در کتاب فلسفیش میگه که در اصل خود انسان، منی انسان نباید مستحیل شود و ضرب شود و این تفاوت برداشتی از انالحق منصور حلاج میگه شما اصلا منصور حلاج دیگری برداشت کردین، این نباید ذوب شود. و این ذوب نشدنش که میگه روحانیت که اشاره کردین. و اصلا اقبال میگه که تمام هستی، ذرات، کائنات، هستی، تمام موجودات در اصل میگه در جریانی حتی الکترون ها میگه بحث روحانیت وجود داره. این دنیا میگه اگر وقتی ما میخوایم بشریت را از دنیای استراب و استرس ها و نابسامانی های بشری و جنایت ها نجات بدیم، این است که میگه تفسیر روحانی میگه باید از دنیا و هستی و مسائل فکری و اندیشه‌ای و زندگی بشر باید داشته باشیم. یعنی روحانیت را جان، روح اصلی مسئله میدانه. و اقبال اصلا روح و تن را، جسم را جدا نمیکنه. این نمیگه اصلا دوتا نیست، یکسان هست. و یک مثنوی بزرگ دیگه ای داره که بر وزن مثنوی شیخ محمود شبستری، عارف و شاعر قرن پس از 7 هجری البته او را جواب داده که او 15 سوالی است که سید امیر حسین هروی پرسش را مطرح میکنه از شیخ محمود شبستری آذربایجانی و او پاسخ میده. و اقبال امو سوالات را انتخاب کرده بر روش قرن 21 خود، بر روش آگاهی های خودش پاسخ میده. اقبال لاهوری که نشان دهنده از است که اقبال اصلا روح را با جسم، با مادیات جدا نمیدونه، این باید یکسان پیش بره. و میگه که به خاطر درک حقیقت عقل خردک اندک به واقعیت میرسه، عشق، اشراق، شهود به یک بارگی به حقیقت میرسه. پس میگن نباید هر دوی از جداگانه پیش بره، هر دوی از یا مساویانه مانند بال یک پرنده باید از استفاده صورت بگیره تا انسان بتونه به حقیقت برسه. و منی فیزیکی را هم که اقبال یاد آوری میکنه، اصلا منی فیزیکی تنها محدود نیست و به جسم انسانی را اقبال خلاصه نمیکنه. او منی هم که میگه اصلا بود روحی انسان هست، میگه او بود باید پرورش پیدا بکنه. به می خاطر میگه نه در اسرار خودی نفس تو مثل شتر خود پرور است، خود پرست و خود سوار و خود سر است. مرد شو زمام او آور بکف، گوهر شوی اگر باشی خزف. پس اونمون منیت را اگر تانست رشد و تعالی دادی، میتونی به اصلی حقیقت بر بگردی. اما قسمی که مولانا اشاره کرده، هر کسی باز جوید اصل خیش، باز جوید روزگاری وصل خیش. در مثنوی ایره میگه هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجس اسرار من. او اسرار رازها را میگه. اقبال هم در اسرار خودی خود اشاره میکنه و وی بیت را میاره، میگه او رازهای روحانیت را که من میگم خیلی کسا درک نکرده چون مثنوی مولانا. یک سوال بزرگه که این حال ایجاد میشه ای است جناب استاد که خود اقبالی که قسم یادآوری کردیم که از مولانا تأثیر پذیر است و تأثیر خیلی زیاد بالایش گذاشته، چطور میتونه که یک فرد باشه که وحدت الوجودی را نقد بکنه، وحدت الوجودی را قبول نکنه، در حالی که مولانا زیادتر به باور بعضی ها بیشتر اشعارش وحدت الوجودی است و اکثر شعرهایی که نوشته در حال نوشته و در وجد و در حالتی که از خود بیرون بوده و نوشته که در اشعارش هم دیده میشه. این رو چطور میتونیم جمع کنیم؟ بسیار زیبا، بسیار زیبا. بله، و سوال جانداری هم هست. تمام پرسش ها خیلی جاندار است صافی. انشالله که توانایی پاسخ پرسش های شما را داشته باشم. میتونم این گونه بگویم که اصلا مسئله وحدت الوجود در اندیشه مولانا که خیلی برخی ها گفته اشاره کردن که وحدت الوجود است، نیست اصلا مولانا وحدت الوجود. به باوری من، به برداشت من، مولانا یک شاعر حماسی است. مثال به تو دکتر شفیع کدکنی یکی از شاعران و محققان و پژوهشگران تراز اول زبان فارسی، دانشمند بزرگوار که در قید حیات هم هست،
پژوهش‌های خیلی چشمگیر و بزرگ انجام داده و در یک جای اشاره میکنه، مقایسه میکنه غزل حافظ و سعدی و مولانای بزرگ را. میگه شما وقتی غزل حافظ را میخوانین، غزل سعدی بزرگوار استاد سخن را میخوانین، مانند عزیز که شما در یک جویبار نشستین زیر یک درختی در بهار، بلبلان هم چهچه میکنه، آبشار هم روان است، بسیار نرم و ملایم، در اون فضای زیبای بهارگونه که چهچه های بلبلان هم هست شما لذت میبرین و یک بسیار فضای خواب آوری خوبی بر شما مستولی میشه و میخواین که یک استراحت زیبایی را لذت ببرین و البته تجربه بکنین. اما میگه غزل مولانا این گونه نیست. غزل مولانا مانند یک بحر بیکران، یک طوفان هست، زننده هست و به می خاطر میگه که خروش داره، جوش داره، مثل از اون آرام و نرم و ملایم نیست. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم و این چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. 7 اختری بی آب را که این خاکیان را میخورم، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. من نشکنم جز جور را یا ظالم بدغور را، گر ذره‌ای دارد نمک گبرم اگر آن بشکنم. اصلا اقبال یک مولانا یک آدمی انقلابی، یک شاعر حماسی است. حتی در مثنوی وقتی که میریم میخوانیم، اقبال مولانای بزرگ در مثنوی بزرگ از جنگ و شکوه مسلمان ها یاد میکنه و میگه در بیت خیلی زیبا که مفهومش این گونه هست که میگه دین عیسی و دین موسی دین غار و کوه هست، اما دین مسلمانان، دین اسلام دین جنگ و شکوه، بزرگی و شکوه. و اقبال امی حماسی و انقلابی را از مولانا میگیره. اولی که وحدت الوجودی نیست مولانا از برداشت من، دوم که حماسی و انقلاب آور است و اقبال هم امون روح حماسی و انقلابی را خیلی به زیبایی خاص از مولانا متاثر میشه و در کلیاتش اقبال که البته در تمام 15,000 بیت اقبال شعر سروده که 6,000 بیتش به زبان اردوست، 9,000 بیتش به زبان فارسی و قول خودش میگه که هندی هم از پارسی بیگانه، ماهی نو باشم توهی پیمانه. گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. پارسی از رفتی اندیشم، در خورد بر فکرتی اندیشم. با وجود ازی که در کلیات فارسیش که 9,000 بیت داره، 90 مرتبه از مولانای بزرگ یاد میکنه. پیری رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر. حتی به جوانا وقتی پیام میده در نسل نو، آخرین کتاب یا زیباترین کتاب اقبال که جاودنامه هست که در اونجا در سیر عالمی روحانی میره، در کرات مختلف سفر میکنه و پیشروی خودش، راهنمای خودش مولانای بزرگ را برمیگزنه، انتخاب میکنه. مولانا در عالم سیر و خیالات در کرات مختلف و عطارات و مشتری میره اونجا با بزرگان دنیای شرق و غرب، با نیچه و با هیگل و با سید جمال الدین افغانوس اینا ملاقات میکنه، از زبان اونا، از منصور حلاج و از غالب دهلوی و اینا سخن میرانه و از اونا یاد میکنه و از زبان اونا روایت هایی را میاره. اقبال در این کتابش میگنجانه که یک کتاب خیلی فلسفی، اجتماعی، سیاسی، ادبی و خیلی جامع اقبال هست. در اونجا پیش راه خود کرا انتخاب میکنه مولانا را و در آغاز این مثنوی اولین بیتش هم برای فرزند خودش به عنوان نماد برای جوانا چی توصیه میکنه؟ پیری رومی را رفیقی راه ساز، تا خدا بخشد تو را سوز و گداز. و تا اولین مجموعه فارسی اقبالم که نشر میشه، اسرار خودی، در آغازش میدونید کدام شعر را میاره. جالب است که شعر زیبای اقبال را در چاپ کتاب میاره. بنمای رو که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن دمی برنا ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. و لحک شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست. زین همراهان سوست تناصر دلم گرفت، شیر خدا و رسم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نوری روی موسی عمرانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، که از دی عودت ملولم انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. بنمای شمس مفخر تبریز روز شرق، که من هدهدم و
حضور سلیمان هم آرزوست. اما اقبال ایره در آغاز چاپ اولین مثنوی اسرار خودش میاره. در کنار از او در اقتفا و پیروی غزل خودش غزل میگه اما متفاوت تر. میگه که تیر و سنان و شمشیر و خنجرم آرزوست، با من میا که مسلک شبیرم آرزوست. ببینین از شمشیر و خنجر و این چیزا و سنان و تیر یاد آوری میکنه. یک شعر انقلابی دیگه را با پیروی امی غزل اقبال مطرح میکنه. این نشان دهنده است که در تمام عمرش اقبال همیشه از مولانا یاد میکنه و از مولانا میخونه تا آخرای عمرش هم 2 کتابی را یا 3 کتابی را که میخواندن میگفت که قرآن بود و یکی مثنوی مولانا و را به تکرار مطالعه میکرد. جناب استاد گفتیم در شرق از حضرت مولانا خیلی تاثیرگذار بود. آیا کسی در غرب هم هست که اقبال از او متاثر بوده باشه در تفکر سیاسی خود، در تفکر تاریخی خود، در تفکر اقتصادی خود، در تفکر در ابعاد شخصیتی که شما قبلا یادآوری کردین؟ کسی هست از جمله بزرگایی که در غرب بوده و یا هم شخصیت‌های تاریخی که در غرب بوده، کسی وجود داره که از او هم یاد کرده باشه اقبال و از او هم متاثر بوده باشه از لحاظ شخصیتی؟ بسیار زیاد ممنون. سوال خیلی زیبا و تنها یک فرد نه، افراد زیادی وجود داره که اقبال در آثار متعددش از اونا یاد کرده. من یک منبع میتونم، منبعی است که اقبال و افکار یا شخصیت‌های دینی غرب معاصر که یک کتابی است فلسفی، نظیر قیصر، یک از اقبال شناسانی مطرح پاکستان نوشته کرده به زبان انگلیسی. البته در اروپا کتاب چاپ شده به زبان انگلیسی و حدود 80 تا متفکر و دانشمندان غربی رو با اقبال مقایسه کرده. اقبال در دنیای غرب هم کاری که میکنه چینش میکنه. اقبال در اروپا از کسایی که یاد میکنه و متاثر هم حتی است. از فیلسوفای بزرگ یاد کنیم، هانری بریکسون فیلسوف فرانسوی است که با او حتی ملاقات هم میکنه و از او یاد هم کرده. نیچه هست، فردریش نیچه از آلمان که او را حتی به عنوان یک دانشمند یا یک شخصیت خیلی زیبا میگه که دلش مومن و دماغش کافر است. به این شکل میخونه از او، یعنی یاد میکنه از او. از شخصیت‌های دیگه‌ای که یاد می‌کند در دنیای غرب از هیگل است، از کانت است، از دیکارت است، از افلاطون است، از ارسطو است، از فرانسیس بیکن است. از اینا یاد می‌کنه، فلسفه اینا را یادآوری می‌کنه در کتابش. از ویلیام جیمز یاد می‌کنه، از شوپنهاور یاد می‌کنه در کتابش، از شرق و از ابن سینا، از محمد غزالی، از البیرونی، از فارابی. البته اینا را نقد هم می‌کنه. این گونه نیست که همه این فیلسوفا و دانشمندا را یاد کنه قبول بکنه، نه. جاهایی را که بر مذاق و بر اندیشه و افکار اقبال هم خوانی داره میگیره و جاهایی را که قابل نقد هست اقبال یادآوری میکنه. مثل که نیچه را گفتم میگه دلش مومن و دماغش کافر است. به این شکل یادآوری میکنه اقبال. و نکته دیگه این هست که اقبال لاهوری از اینا حتی فلسفه خودش را یکی از فیلسوفا و یک از دانشمندای مطرح ایران میگه که از چند منبع گرفته. مثلا میگه از فیخته، دانشمندی دیگه از اینا گرفته یک بخشش، از تحری حقیقت از بودایی هم گرفته، از اسلام که قرآن است. البته محوری اساسی اندیشه فلسفه خودی اقبال قرآن است که روی گزو بیشتر میچرخه. از نیچه گرفته، ابرمرد یا زبرمرد نیچه را هم یک مقدار مواصفات و ویژگی‌هایش گرفته. اما انسان کامل را در اندیشه‌های خودش اقبال پیامبر را مطرح میکنه. در کنار از اینکه فیلسوفای خیلی بزرگ و سترگ اولی بزرگ دنیای اروپا و از شاعرانی که متأثر هم هست و از اروپا گوته هست. و کتابی به نام پیام مشرق داره. در آغاز مقدمه دیباچه‌ای به زبان اردو می نویسه و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اروپا را شاعرانش از شاعران فارسی مثل فردوسی، مثل حافظ، مثل مولانا از اروپا یاد میکنه و بیشتر از اون متاثر است. و این کتاب را بر جواب یا پاسخی گوته نوشته میکنه، پیام مشرق را، که اونا هم البته گوته از شاعران طراز اولی آلمان هست و او از زیادتر متاثر از حافظ است، از حافظ شیرازی. در حقیقت او میگه که مرا حافظ به این جایگاه رسانده و از اونا هم یاد میکنه و زیاد متاثر است. و این کتاب را تقدیم میکنه به امان الله خان، اما جوابی است بر پاسخ کتابی دیوانی گوته که شاعر آلمانی است. این گونه هست، از همین متاثر است و اونا را نقد میکنه. حتی از شخصیت‌های بزرگ قرن 20 از اینشتاین یاد میکنه و نقد و نظری از اونا هم داره که انگشت شمار نه که بیشمار است این شخصیت‌ها. و به می خاطر هم است که یونسکو اعلام میکنه
اقبال پس از وفاتش که 40 سال مرگش فوت میکنه، سال 1938 پس از مرگش که سال 1978 است، یگانه متفکری است که بیش از 18,000 عنوان مقاله و کتاب در جهان دربارش نوشته شده و حالا شاید تا 20,000 هم رسیده باشه. فعلا در ایتالیا اقبال شناسی تدریس میشه، در پاکستان تدریس میشه، جاده ای را در انگلستان به نام اقبال کرده. آنیمار شمل، فیلسوف و دانشمند آلمانی که یک کتاب درباره پیامبر می نویسه، آخرین بخشش اختصاص میده به شخصیت و اندیشه های اقبال و اقبال شناسی است که به 14 زبان تسلط داشت و یکی دو کتاب و مقاله های دیگه هم درباره اقبال داره و اقبال را چکیده بزرگ اسلام میدونه و این را به زیبایی خلاصه کنم به پاسختان که در کنار که از اروپا متاثر بوده، ملک الشعراء بهار، دیگه دی خدا، مرحوم دی خدا، دکتر موین که فرهنگ موین را نوشته کرده، اینا هم به شکل خیلی بزرگ از این آیات میکنه و ملک الشعراء بهار میگه که چکیده و اساره اندیشه های 900 ساله جهان اسلام در اقبال لاهوری گنجانیده شده. شعر، عرفان، تصوف، فلسفه، اندیشه های ناب، جامعه شناسی، روان شناسی که اقبال مطرح میکنه بودی دیگری است که هر انسانی که وارد اندیشه های اقبال شده از یک بودی وارد شده و خود اقبال میگه که بهرمو از من کماشوبی خطاست، آن که در قهرم فرو آید کجاست. میگه اما کسی من نشناخت، مثل مولانا که میگه چون این اندیشه های را گفتم یک مقدارش درک نکردن. چون رخت خیش بربستم از این خاک، همه گفتن با ما آشنا بود ولیکن کس ندانست این مسافر چی گفتو، با کی گفتو، از کجا بود. من خود شخصا علاقمند ازی شدم که بعد از این باید اشعار اقبال بخوانم، در مورد اقبال بخوانم و بیننده ها هم باور دارم که این علاقمندی را بعد از صحبت های شما پیدا کرده. امیدوارم. دوستای عزیز یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین بیننده عزیز. استاد، یکی از نقدهای بزرگی که بالای اقبال است، اقبال چون شاعر درباری نیست، اقبال شاعر است که آزاداندیش است و همیشه آزاده میاندیشه. چرا امان الله خان را تعریف میکنه در اشعار خود، در مورد از شعر میگه و هدفش از تمجید امان الله خان چی بود از شعری که در مورد امان الله خان گفته شده؟ دقیقاً بسیار سوال مهم و هیچ انسانی نیست که خالی از اشتباه نباشه و یا هم خلاقا یا خالیگاهی نداشته باشه. اقبال را هم میتونیم بگیم که استثناء از این مسئله نیست. اما مطالعه که ما کردیم در این باب میتونیم اینو پاسخ بگیم که اقبال در دوره زندگی میکنه که از هر طرف، این طرف مسلمان ها به انحطاطی بسیار بزرگ البته روبرو هست، دست و پنجه نرم میکنه و نمیتونه خود را بلند بسازه. به می خاطر فلسفه خودی را، خودشناسی را، اعتماد به نفس را میخواد اقبال مطرح بکنه که باید به اعتماد به نفس برسیم. اقبال یکی از کارهایی که میکرد خیلی بزرگوار را تمجید کرده، حتی میره با موسولینی از نزدیک ملاقات میکنه، یکی از بزرگان سیاسی ایتالیا. بحث اساسی است که اقبال توصیف و ستایشش به عنوان مداحی یا منقبت‌گویی نبوده که مثالش بخواه گفته خودتون شاعر درباری باشه، مثل که در دوره سلطان محمود غزنوی حدود 400 تا شاعر در دربار سلطان محمود غزنوی زندگی میکرد و کارشان مداحی و ستایش سلطان محمود غزنوی بود و از این طریق امرار معاش میکردن. اقبال به عنوان یک پدری دلسوز، به عنوان یک کسی که میخواد آزادی و انقلاب را و خودشناسی شرق را بخواه پایریزی بکنه و عملا در دنیای عمل ایره نشان بده، میای اونا را تشویق و راهنمایی میکنه، نه به عنوان ستایش. درست است که در بعضی بیت ها وقتی میبینه حتی نادرخان را طور ستایش رو تمجید میکنه که برخی تحقیقات تاریخی نشان میده که نباید چنین اشتباهی را البته اقبال در مورد نادرخان انجام بده، تنها در مورد مولایکی کار نکرده، در مورد امان الله خان. چون امان الله خان دوره‌ای بود که آزادی افغانستان را گرفت و اقبال یگانه انتظار و توقعش از افغانستان بود.
چون یگانه کشوری مستقل بود که زیر هیچ استعماری قرار نداشت و در مقابل انگلیس مبارزه کرده و جنگ کرده. به همین خاطر راهنمایی میکنه و ستایش میکنه و امی پیام مشرق را که در پاسخ دیوان گوتی آلمانی نوشته کرده برای امان الله خان تقدیم میکنه و از امان الله خان سپاسگزاری میکنه و ستایش و تمجید رو راهنمایی کرده در اصل، نه به عنوان از اینکه اقبال بخواد اونا را مداحی بکنه. اقبال اگه این کار میکرد خودش در بیت دیگه یا میگه که پیشی هر دیوانی سرم فرو ناید، یعنی من سر فرو نمیکنم. اگه این انقلابی بودن زیر سوال میره. اما نقطه ای که ستایشی که کرده تنها از نادرخان نکرده، از ظاهرشاه هم کار کرده و راهنمایی کرده و از نادرخان را که ستایش کرده به عنوان یک نقد بر اقبال. البته انتقاد میکنن و میگن وارد میکنن که چرا چنین کرده. خب میتونیم بگیم استثناء وجود داره، در بعضی جاها عدم آگاهی اقبال بوده از شرایط افغانستان و از رهبران افغانستان، در حالی که اقبال 2 بار در افغانستان سفر میکنه. میاد سر قبر بابر اشعار زیبایی میسرایه، با استاد خلیل الله خلیلی ملاقات میکنه، با ملک الشعرا قاری عبدالله در انجمن ادبی کابل دعوت میشه، یک مجلسی گرفته میشه، اقبال اونجا سخنرانی میکنه. ملک الشعرا قاری عبدالله شاعر ستارگ معاصر افغانستان، بیدلگرای افغانستان هست که در سبک بیدل شعر هم میسرایه. ملک الشعرا در ارادت و احترام و بزرگی و استقبال اقبال از درباره اقبال شعر میسرایه. عبدالهادی داوی چنین کاری را کرده. ببینین استاد خلیل الله خلیلی که میزبان اقبال در باغ بابر از اقبال یاد میکنه، کتابی مینویسه به نام یاری آشنا، یاری ناآشنا. عبدالهادی داوی کارم میکنه. اقبال میره در شهر غزنی اونجا دیدن میکنه، از سلطان محمود غزنوی یاد میکنه و از او بسیار به زیبایی یاد میکنه. اما سر مقبره صنایع غزنوی وقتی که میرسه اشک میریزه ناخودآگاه، با سوز و گداز از صنایع غزنوی یاد میکنه. بعد میره سر قبر احمد شاه عبدالی، میگه یک وقتی قدرتی داشتیم، عظمتی داشتیم، حتی هند بریتانوی هم زیر تسلط و سیطره احمد شاه عبدالی بود. اقبال در گونه میتونم بگیم که مشابهت را از ایکی میگیره نیچه. نیچه یک فیلسوف اقتدارگراست، قدرت طلب. در هر دانشمند و فیلسوفی متفکری یک واژه، یک مفهوم چاق هست و فربی هست. مثل که در اندیشه میتونیم بگوییم که نیچه قدرت طلبی و قدرت هست، در اندیشه اقبال هم اقتدارگرایی است. هر کسی که آزاد هست، فارغ بال است، زیر تسلط دیگران نیست، اقبال اونا را میستاید و از اونا یاد میکنه. اینجا هست که اقبال در حقیقت رهبری کرده، به گونه راهنمایی دلسوزانه پدرانه کرده در حق این بزرگان و رهبرای افغانستان، نه به عنوان یک مداحی که بتونه یک سله، یک چیزی، یک پاداش را به دست بیاره. حتی میتونم اینجا اشاره بکنم که اقبال وقتی که نادرخان میاد به سمت افغانستان، با نادرخان ملاقاتی داره در هندوستان. نادرخان هم یکی از سیاستمدارایی بود، چندین زبان میفهمید، فرانسوی حتی میفهمید، انگلیسی میفهمید، هندی میفهمید، فارسی و پشتو میفهمید. اقبال هم دعوت میکنه، در هند ملاقات میکنه نادرخان را و برای نادرخان یک مقدار پولی را میده که میگه از این در سفر استفاده کو وارد افغانستان میشی. یعنی انتظار نجات جهان اسلام را به عنوان یک امت واحد در است کی داشت؟ اقبال از کدام کشور داشت؟ افغانستان داشت. به خاطر میگه که آتشی دارم در سینه از نیاکان شما. و به نظر شما آیا زمانی که اقبال افغانستان را میبینه که از زیر سیطره انگلیس خارج خود را میکنه، استقلال خود را میگیره، آزاد میشه، آیا امین نسخه را در به خاطر ایجاد پاکستان هم تطبیق میکنه؟ آیا امان الله خان من حیث یک ایدئال برش از در ذهنش؟ چون یک شخص گفت که شما گفتین که اقتدارگراست و انقلابی است و کسی که انقلابی باشه، کسی که در مقابل ظلم بجنگه، او را دوست داره، او را میستایه، او را ستایش میکنه. و نقش اقبال لاهوری در ساختن پاکستان امروزی چیست؟ چون زمانی که شما در پاکستان میرین، در همه جا در پهلوی کسی که مؤسس پاکستان امروزی است عکس اقبال لاهوری هم وجود داره و تمامشون احترام خیلی خاص به اقبال دارن. دقیقاً. سوالتان چند بود داره؟ من دو بودش بیشتر که فربیتر است در نظر بگیرم پاسخ بدم. جناب صافی صاحب بزرگوار، بله همون حرفی خودتان هست که پرسشتان البته که تا حدی را با یک بخش موافق هستم، با یک بخش نه که آیا دیدی داشت به این که در مقابل بریتانیا از امان الله خان به عنوان یک کسی که در مقابل ظلم و ستم و یا بگم استعمار می جنگه تمجید میکنه؟
اقبال در اصل نمیخواست نسخه از اینجا بگیره. اقبال انتظار نجات امت اسلامی را داشت و انتظار داشت از افغانستان، چرا که او وقت هم در دوری که اقبال زندگی میکرد در هند تحت سیطره بریتانیا بود و حتی بریتانیا در او دوره لقب سر برای اقبال تقدیم میکنه. اقبال نمیپذیره. اقبال اگر او قدر این مسئله را میپذیرفت قبول میکرد، امور قبول میکرد. وقتی را قبول میکنم که به شمس العلماء، به استاد خودش که امیر حسن است که فارسی را در دوره کودکی برای یاد داده بود، میگفت اونو را برای اوناش لقب شمس العلماء را بده، من میپذیرم. وقتی لقب را داد پذیرفت. اما اقبال در سال 1938 از دنیا میره و پاکستان فعلی امروزی در سال 1947 تأسیس میشه. اقبال اندیشی که ما چی نقشی داشت، بخش دوم پاسختان به خاطر پایریزی کشور پاکستان، اقبال اندیشی را مطرح کرد در مجلس مسلم لیگ. یک حزبی را جور کرده بود قائد اعظم علی محمد جینا که از متاثران اقبال بود، که از اقبال خیلی متاثر بود. اونم حقوق در لندن خوانده بود و اونم یکی از مبارزان و آزادیخواهان هند بود. اما اقبال مطرح میکنه، میگه که در کنار از اینکه مسلمان ها هم تعدادش در حوزه یک شبه قاره هند زیاد هست، اینا هم باید حکومت و رهبریت خودش یک واحد جداگانه داشته باشه. به برداشت من گونه میتونیم فدرالی شکل بگیم. این اندیشه اقبال سبب میشه که پاکستان ایجاد شود. اما چه وقت ایجاد میشه؟ در سال 1947. اما اقبال در سال 1938 از دنیا میره. اینا بعداً قائد اعظم علی محمد جنا پایریزی میکنه که وقتا باز دو پاکستانی شرقی و غربی ایجاد میشه، بنگلادش امروزه و پاکستان امروزه، که بعد اونا هم جدایی بینشان میآید و پاکستان امروزه تأسیس میشه. و اصلا اقبال این پاکستان فعلی با این مواصفات و ویژگی هایی که میخواست امت واحد چنین اندیشه ای را نداشت. اصلا اقبال او انتظاری را که از ایجاد حکومت مرکزی یا قدرت را به دست خودشان باشه اقتدارگرا بود. اقبال هم که مسلمان ها امت اسلامی کار داشته باشه به شکل امروزی نبود که تو پارچه شه. حتی از عرب ها یاد میکنه، عرب ها گله میکنه، شکایت میکنه، میگه شما سبب شدین که او قدرت و عظمت بزرگ را ما از دست بدیم. و این گونه نقد ها را اقبال داره، اما چنین انتظار و توقعی را به شکل امروزی نداشت. و فکر امت اسلامی که بیان میکنه، اما فلسفه و ذهنی که اقبال داره، هدفش ساختن امت اسلامی یک کشور واحد مسلمان است یا فقط یک ایالات؟ بله اصلا اقبال خود این آغاز میشه چون مسلمان های هند در حقیقت در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی دخیل نبودن و هندوها هم تعدادشان زیاد بود و در رأس هم قدرت بریتانیا بود. هند بریتانوی می کمپانی شرقی هند بریتانوی. به می خاطر اقبال میگه که نه، در اصل حداقل در امی بطن خود هندوها مسلمان ها باید اقتداری داشته باشه، قدرتی داشته باشه، نظر و حرف اولی را به عنوان یک قدرت برای گفتن داشته باشد که پس آنها به پاکستان منجر میشه، ایجاد پاکستان. در اصل اقبال چون چیزی را نمیخواست. پس دوباره امو قدرت بزرگ کشور یا بگویم وحدت بزرگ را که اروپا بعداً ایجاد کرد به نام اتحادیه اروپا، اقبال این را میخواست، اصلا جدایی نمیخواست. اصلا امو خلافت را هم که میگن امروزه به مو واحد امت واحد بزرگ اسلامی را اقبال خواهانش بود که در آغاز هم شما مو بیت زیبای شم که خواندین افغان و ترک و تاتار، اینمین هم اقبال به این مسئله مطرح میکنه. اقبال در اصلا چون این اندیشه را میخواد. حتی میتونیم بگیم که اقبال زیاد میستیزه با کسانی که جمهوریت و دموکراسی را وارد از این مسازه، تا جدایی دین سیاست را، سکولاریسم اقبال نمیپذیره، رد میکنه کاملا اقبال این مسئله را. و اصلا اقبال امو امت واحد را، مو بزرگی و عظمت را پس دوباره میخواست که احیا بکنه. به می خاطر است که میگه مثل مولانا در قرن 7 و 8 هجری در حمله مغول اون نقش را به خاطر یک جا و اقتدار امت اسلامی مولانا ایجاد کرد که در مورد اندیشه‌های سیاسی مولانا متاسفانه حرف زده نمیشه. برنامه جداگانه‌ای باشه که آدم در مورد اندیشه‌های سیاسی مولانا حرف بزنه. و اقبال میگه در قرن 20 امو کار مولانا را مکردم. چرومی در حرم دادم از آن من، از او آموختم اسرار جان من، به دور عصری کهن او به دور عصری فتنه روان من. یعنی در عصر امروزه میگه کار مولانا را مکردم. شما گفتین که بسیار یعنی خواستار از این است که باید حتی خلافت باشه در اشعار اقبال. اندیشش به اتاتورک به شکل بود؟ با ملاخان گفتیم که شیر شده به اتاتورک چی؟ چون اتاتورک باعث از این شد که
خلافت عثمانی شکست در بخورد. سال 1924. فکرش با آتاتورک به چه شکل بود؟ اندیشش چه قسم بود؟ بسیار سوال جالب و تازه و نو. البته اقبال در شرایطی که زندگی میکرد جنگ اول جهانی را پیش بینی هم کرده بود که سال 1911 تا 1914 اتفاق افتید و از او یاد میکنم و از این پیش بینی هاش. در کنار از او که در اون دوره زندگی میکرد اقبال که از هر طرف اختشاشات سیاسی چه در اروپا و چه در شرق وجود داشت و انتظاری را از ترک داشت، از ترکیه، و تصور و گمان هم اقبال نمیکرد که مصطفی کمال اتاتورک این گونه تفکر اندیشه داشته باشد، چون سیاستی را که به خاطر گرفتن قدرت مصطفی کمال اتاتورک پیش میبره به یک گونه از زاویه فکر و اندیشه خود مسلمان ها اما اقتدار اسلامگرایی وارد مبارزه میشه. بعد وقت قدرت رو میگیره اساسا به سمت سکولاریستی پیش میره که بعد اقبال انتقاد میکنه. همون انتظار را هم از ترکیه داشت و در بعدها اقبال این نقد را وارد میکنه بر ترکیه که نه، او اندیشه هایی را، انتظار را، توقعی را که من از ترکیه داشتم متاسفانه به سمت سکولاریستی رفت و او را پس دوباره به شکل خیلی جدی نقد و انتقاد میکنه و مصطفی کمال آتاتورک در اشعارش یاد هم میکنه. اما الله خان چرا؟ چون الله خان زیر تسلط غرب و اروپا نبود، به ویژه بریتانیا، اما پس آنها ترکیه در او وضعیت قرار میگیره و از انتظار را که داشت متاسفانه اقبال را هم ناامید میسازه به یک گونه از ترکیه. و فقط ما 2 سوال دیگه میپرسم بعدا بالای یک گیم میریم. شما من حیث کسی که کارشناسی ارشدتان را در اقبال شناسی گرفتین، بزرگترین نقدتان بالای اقبال چیست؟ بزرگترین نقد ما بالای اقبال اگر از منظری نقد و انتقاد و گرایش های تحقیقی و پژوهشی ببینیم، اقبال نقدی نداره که نقد بکنه، به خاطر از اینکه هر حرفش، هر سخنش در جایش، در وضعیتش بسیار زیاد راهکارگونه بوده و در اصل قابل نقد نیست. اما نقدی اگر احتمالی ما داشته باشم برای اقبال، مسئله عدم آگاهی خوب بزرگ و قوی اقبال از وضعیت سیاسی افغانستان در دوره نادرخان در این دوره بوده. اگر اینجا دقیق تر و عمیق تر اقبال معلومات و آگاهی می داشت، بله که اونجا هم به عنوان پدر دلسوز راهنمایی میکنه، نه به عنوان یک مداح. این هم در نظر داشته باشیم. نقد دیگه ای نمیتونیم برای اقبال داشته باشیم. چرا؟ عقلانیت را در نظر میگیره، مسائل پژوهش و تحقیقات قرن 21 را در نظر میگیره، نوآوری و نوگرایی پست مدرنیسم، مدرنیسم را در نظر میگیره، از تمام فیلسوفا و دانشمندان غرب هم متاثر میشه، استفاده میکنه، در حد توان خودش همیشه را هم نمیپذیره، فلتر میکنه اقبال لاهوری. پس نقدی نداره. میتونیم بگیم که اقبال یک کتابی نوشته کرده داره به نام افکار پریشان که در او اندیشه هایش کاملا از دوره آغاز که وحدت الوجودی بود پیش از اروپا و بعد از اروپا خلاصه کرده و محمد باقی ماکان در کتاب سونش دینا خلاصه کرده. هر کسی که بخواد این اندیشه های اقبال را بخونه خیلی راحت دو میتونه از جستجو بکنه و نقدی نمیتونه برای اقبال پیدا بکنی مگر اینکه نقد متعصبانه باشه، نقد گرایش های درونی باشه، نقد قومی و منطقی و سمتی باشه. در اون صورت میتونیم برای اقبال نقد وارد کنیم. به نظر من که اقبال یک شخصیتی است که از لحاظ منطقی و اجزا هم نمیشه نقد کرد کاملا، چون یک شخصی است که واقعا در اشعار خود وحدت را همیشه بیان کرده. کاملا و اقبال حتی میتونه بگم که یک اگزیستانسیالیست است، یعنی پیروی میکنه یک گونه میتونم بگم که اندیشه میگه ما را در مکتب اگزیستانسیالیسم، اما نه اگزیستانسیالیسم ملحدانه، اگزیستانسیالیسم خدا باورانه که البته ژان پل سارتر دانشمند فرانسوی بیشتر در این عرصه اندیشه گماشته. بخیر و سلامت باشین. و به عنوان آخرین سوال، نسخه اقبال لاهوری برای جوان امروزی که در افغانستان زندگی میکنن، مشکلات زیاد سردوچارش است، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فکری، ذهنی، شکست هایی که در زندگی روبرو شده و مشکلات که در زندگی روبرو شده، نسخه حضرت اقبال به این اشخاص، این جوانا و این افراد چیست؟ بسیار زیبا. پیام اقبال خود در جاودانه گفته شده، اما اگر ما بگویم اولین کار را که اقبال زیاد تمجید میکنه، ستایش میکنه که با جوانای امروز انجام میدن، محققانه زندگی را پیش میبرن و حتی میگه که تراش از تیشه خود سینه خیش براهی دیگران رفتن عذاب است، گر از دست تو کاری نادر آید گناهی هم اگر باشد ثواب است. روی تازه کاری ها و نوآوری ها زیاد اقبال تاکید میکنه. پیام اولش این است. پیام دومی که اقبال داره میگه
مولانا را فراموش نکنین، از این مولانای بزرگ استفاده ببرین و این سبب میشه که شما را اندیشه جدید، پیام های جدید برن. سومین نکته ای است که روحانیت را میگه فراموش نکنین. در دنیای عرفان غوطه‌ور باشین و از مولانا جامی و سنایی و عطار و این بزرگوارا استفاده برین، به ویژه از مولانا. نکته چهارمی را که اقبال یاد میکنه این هست که دانش غرب را بگیرین، بیاموزین، یاد بگیرین، فراورده های دانش را باید یاد بگیرین، اما در تقابل قرار نگیرین و فیلتر داشته باشین بر اساس موازنه های عقلانیتی اشراق و شهود و مسائل اسلامی یک جا، یعنی هر دو را در نظر بگیرین و پیش بروین. و نکته آخری که اقبال در یک از خاطراتی که درباره اقبال نوشته شده که دو تا جوانا که فلسفه مطالعه میکنن در دانشگاه پنجاب که اقبال اونجا مدرس بود، تدریس میکرد فلسفه را و در اروپا هم تدریس کرده، یک از جوانا مشوره میگیره، میگه من فلسفه میخونم، دانشجوی فلسفه هستم، در مورد فلسفه چند پرسش دارم، ما را راهنمایی کنین. وقتی سوالاشون را میپرسن بعد یک کتاب را از کتابخانهش معرفی میکنن، میگه این کتاب را مطالعه بکنید، شما هنوز در بخش فلسفه آگاهیتون اونقدر بالا نیست. و نکته ای که اشاره میکنه میگه شما چرا نمیرین اقتصاد نمیخوانین؟ برای پالو فلش که یک مهمان دیگه هم داشت اشاره میکنه، میگه ببین جوانای امت اسلامی آمدن فلسفه میخوانن، درست است که فکر و تفکر را بالا میبره. میگه ما امروز نیاز به اقتصاد داریم، شما باید برین اقتصاد بخوانید، ناامید نباشین. وقتی نوآوری در زندگی ما باشه، آگاهی و دانش در زندگی ما باشه، وقتی تمدن غرب را هم بیاموزیم، تمدن شرق را هم یک جا بسازیم و با چرخش ذهن خود بتونیم اینا را در دو دایره که دایره فلسفی شرق است، دایره فلسفی غرب است، با مسائل اسلامی یک جا کرده و در قالب از پیش برویم، ما با شکست مواجه نمیشیم. و پیام اقبال امی است که تسلیم روزگار و شرایط نشوید. به ویژه پیام چاق اقبال است که تقدیرگرایی را دور کنین. شما تسلیم تقدیر شدین که اشتباه است، غلط است و از تقدیر غلط اشتباه کردین. و خلاصه میکنه گپش که خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت، با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. به 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 به. با امید از اینکه جوانو بتانه از این نسخه خیلی کامل اقبال لاهوری که به زبان مبارک شما بیان شد استفاده کنن. و ما در این قسمت برنامه جناب استاد یک گیم داریم، یک گیم قسمی است که ما براتون شاعران رو میگم، شما از بین شاعرها یکش انتخاب میکنین، او را که انتخاب کردین همراه با یک شاعر دیگه مقایسه میکنم. البته شاعرایی که اینجا من انتخاب کردین تمام شاعرای کلاسیک است، چون بهتر از همه گیره با تراز خودشون مقایسه کنیم. بعضی ها مشکل شد برنامه. هدف همی است که مشکل ببینیم توکل به خدا که چیکار کرده میتونیم صافی خیر باشه. از دو شاعر خیلی خوب زبان فارسی دری آغاز میکنیم، فردوسی و یا هم عطار. کدامش انتخاب میکنیم؟ اولا سخت است، فردوسی و عطار. چگونه من انتخاب بکنم؟ سخت است. اگر بحث دنیای عرفانی باشه که نمیتونیم عطار را نادیده بگیریم، مولانا میگه که سنایی روح بود و عطار دو چشمی و ما از پی سنایی و عطار آمده ایم. و فردوسی خود گفت بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، که زبان فارسی را زنده کرده که آغاز شاهنامه را میخوانیم که زیادتر واژه های سوچه پارسی به کار میبره. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزده راهنمای، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده بر شده گوهر است، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. سخت است ولی چگونه انتخاب بکنیم؟ او در دنیای حماسه بزرگ است، میتونم بگم در دنیای عرفان این سخت است. امیر همیشه دو شاعر دیگه انتخاب بکنین؟ نه، باید یکیش انتخاب شد. یکیش انتخاب شد. خیلی سخت است صافیه. مثل از اینکه برای شما بگوید خدای نخواسته پدر و مادر را بیارن یکش انتخاب بکنین، کدامش انتخاب میکنین؟ من خواستم که کمک سختم باشه این سگمنت، بخاطر از اینکه ببینیم دلایل از اینکه شما کدامش انتخاب میکنین چی است. و من خود دلایل ادبی را گفتم. اگر عرفانی بگیریم، عرفانی اگر بگیریم بله من فردوسی را انتخاب میکنم. فردوسی که عطار انتخاب عطار بله. درست، عطار و یا هم نظامی گنجوی. سخت‌تر شده رفت. شاعرای خطرناک انتخاب کردیم. کلاسیکا کلش خطرناک است. چی رو نظامی گنجوی در حالی که مثنوی مولانا داستان پردازش داستانگرایی را البته از نظامی گنجوی میگیره. نظامی گنجوی بزرگوار ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز، ای یاد تو
مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچی هستند نام تو کلید دری هرچی بستند. به به. بله از نظامی گنجی. عطار. عطار و یا هم رودکی. رودکی پدر شعر فارسی است. تاثیرگذاری زیاد بوده، پیروانی زیادی داشت، پس از او پیروی کردن. این اگه در آغاز با شاعرای دیگه میگوتی باز من میتونستم خوبتر انتخاب بکنم. رودکی. درست. رودکی یا سنایی؟ سنایی. چرا؟ چرایشی است که سنایی غزنوی تا حدی دو دلیل دارم پیش خود. یکی که بعضی بیت‌هاش به ضرب المثل تبدیل شده بین ما و شما رواج است. مثلا حتی در بحث‌های بزرگ گفتمانی دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم که بیایم میگن که یک چیز محال که باشه میگه این خیال است و محال است و جنون. در اصل این شعری از سنایی است که میگه هم خدا خواهی و هم دنیای دون، این خیال است و محال است و جنون. چقدر در زبان ما جریان پیدا کرد در مسیر زندگی ما. و دیگه ای که سنایی اولین پایه‌ریز عرفانی عقلانی در زبان فارسی بود. یعنی میتونیم بگیم که یک جدایی بود بین گذشته فارسی و حد خراسانی و بعد از سنایی بیدل. درست. سنایی و یا هم دقی بلخی؟ سنایی یا دقی؟ سنایی. درست. سنایی و یا هم سعدی شیرازی؟ سخت‌تر شد کار، خیلی دشوار شد. سعدی استاد سخن، منت مر خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود هست و به هر نعمتی شکر واجب. از دست و زبانی که برآید که زهده شکرش بدر آید. اعمل و آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. ببینید زبان را چرا مقایسه میکنین. درود بر سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیان، صفوت آدمیان، تتمه‌ای در زمان، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که فرمود اجهد یا ملائکتی قد استحییت من عبدی وليس له غیر فقط غفرت له. کرم بین لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و او شرمسار. سخت است. شما میبینین سنایی و سعدی. البته استاد دیره پیش از پیش بکنم سخت‌تر میشه. خدا خیر ما را پیش کنه. سعدی شیرازی و یا هم حافظ؟ واقعیت سخت شد. الا یا هنوز هم سخت نشده. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. ببوی نافهی کاخر سبازان تره بکشاید زتاب جعدی مشکینش چه خون افتاد در دلها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بیخبر نبود زراح رسمی منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گرداب چنین های کجا دانند حال ما سبک ساران یا سبک باران ساحل ها. سعدی یا حافظ؟ از اگه بگذاریم چطور؟ والا گذاشتن همه انصاف باید انتخاب کنین. جویز انتخاب. سعدی یا حافظ؟ سعدی. درست. سعدی. و در نهایت این یک کمک سخت است میفهم، ولی باید انتخاب کنین سعدی شیرازی و یا هم حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی. واقعیت خیلی دشوار شد. دو تا یک نفر دیگه مونده. البته بعد از این هم میگم ما دشوارتر میشه. واقعیت ما را گفته مردم در پردگاه در یک جای کنانه دو ایران میمونه که چرا کم ساعت برم برس. گفته که بعضی مردم بین دو سنگ آسیامت یک چیز شده. بین سعدی و مولانا سخت است. مولانای بزرگ بشنوین نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. از نیسان تا مرا ببریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدخالان و خوشحالان شدم. خوب کامش انتخاب بکنه. هر کسی از زن خود شد یاری من
از درون من نجست اصلا. ما که می‌بینم استاد، ما گفتم دمی در ذهنم بود، چون کسی که اقبال شناس باشه از مولانا نمیگذره. و در نهایت پیشتر ما در نهایت گفتیم، ولی یک نفر دیگه که در ذهنم آمد تازه، ما خواستم که کم دیگه هم سخت‌ترش بسازم. مولانا جلال الدین محمد بلخی و یا هم مرزا عبدالقادر بیدل. معنی بلند من فهم تون میخواهد، سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم. بیدل و یا مولانا بسیار سخت است، به خاطر از اینکه یک جای دیگه از من پرسیده بود چرا بیدل زیاد تاثیرگذار بوده در افغانستان، هر شاعرام و اقتفا و پیروی از بیدل حتما کرده. ما پیشم پاسخی بود که مولانا اگر یک شمس وارد زندگی شد، بیدل چندین تا شمس وارد زندگی شد دیگه. بیدل تخیلات خیلی بزرگ و عمیق و ژرف داره. بیدل عیش ما کم نیست، گرشکی به چشمی تر بود، شوق سرشار است تا این باده در گوهر بود، تا این باده در ساغر بود. خوب سخت است ولی بیدل یا هم مولانا. اگر انتخاب نکنین خب انتخاب میکنین، اگر نمیکنین خب ما برای شما یک فرصت هم میدیم، میتونین که شما هر دویش انتخاب کنین. این البته برای دیگه میمانا ما این انتخاب را اجازه نمیدیم، ولی برای شما این قابلیت هست، میتونین که هر دویش انتخاب کنین. اگر دویش انتخاب کنیم خیلی خوب است. یک بیت دیگه هم بیدل داره که میگه آنقدر رفعت ندارد پایه ارباب قال، واعظان را اوج عزت تا سر منبر بود. اردوش انتخاب بکنیم، اگر درجه بتیمی تو باز ما اولویت در انتخاب اردوش باید حضور داشته باشه، نمیتونم حذف بکنم. در اولویت مولانا، بعد از او باز بیدل، چون بیدل هم متاثر از مولانا بوده. اما اردوش نمیشه، اردوش باید حضور داشته باشه. مثل از که در یک چوکی اینا بشن، در یک چوکی اینا من هم از اردوشان مستفید شدم. در این حالت میشه. بسیار خوب، بسیار خوب. و تو شخصیت بزرگواری که در آخر ماند و انتخاب شما بود. البته تمام شخصیتایی که اینجا نام گرفتیم تمامشون بزرگوار بود. استاد در قسمت های آخر برنامه قرار داریم، چون حرف بیدل شد و حرف اقبال هم شد که هر دو اقبال همیشه از وحدت یاد کرده. چه منازی به تبار آدم از خاک خواست، این تفاخرها همه خواب است، بیداری کجاست. باز هم بسیار زیاد تشکر از شما جناب استاد که در برنامه حضور پیدا کردیم. واقعا یک برنامه پر محتوا داشتیم، واقعا یک برنامه داشتیم که برای بیننده ها من باور دارم که بسیار مؤثر تمام میشه. انشالله که در برنامه‌های بعدی هم شما را خود داشتیم. اگر در آخر کدام پیام برای بیننده ها داریم انشالله که کاملا در خدمتتان است. با عزت باشین. تشکر، ممنون از لطف و بزرگواریتان، از دعوتتان، از این برنامه وزین و زیبایتان. پیام ما است که درباره شخصیت‌ها و بزرگوار به ویژه اقبال صحبت کردیم. پیام ما خلاصه میکنم با یک چند بیتی از سعدی شیرازی. با این بزرگایی که یاد کردیم هم نشین باشیم، برای ما تاثیر میکنه. و در گلستان سعدی بزرگوار یاد میکنه، میگه که گل خوشبوی در حمام روزی رسید، از دستی محبوبی به دستم، بدو گفتم مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال امنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. پس همنشین خود این بزرگوارا را بسازیم که کمال اینا، جمال اینا بر ما، بر اندیشه ما تأثیر بگذاره و ما در زندگی و سیطره های منفی امروزه متأثر نشیم و تحت فضا قرار نگیریم، اما همیشه فضا شکن باشیم و انقلاب آور و انقلاب آفرین باشیم. بسیار زیاد تشکر جناب استاد. بخیر سلامت باشید. بسیار زیاد تشکر از شما هم بیننده های عزیز که تا اکنون با ما همراه بودین. امید که از برنامه امروز لذت برده باشین. چینل یوتیوب فرازکست را دنبال کنین و زنگوله را هم فشار بتین تا از برنامه های بعدی ما هم با خبر باشین. تا برنامه بعد، بدرود.